درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم یکشنبه 18 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه جوی جدایی، مناقشه نو در مرز اسفره و بادکند، سرگئی میرونوف مهاجران غیر قانونی را از گریبانشان گرفته از روسیه پیش کنید، جاسوس روسیه با شناسنامه تاجیکی، واکنش دستگاه پرزیدنت به نامه سرکشاده رجب میرزا در مسئله ابلاوا. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 17 اپریل در مرز اسفره و بادکند، یکی از دخترین نقطه‌های مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مناقشه نو رخ داد. این نخستین مناقشه در این مرز بعد بازدید پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از جماعت واروق بوده. در مرز دهه خواجه اعلی، آخرین دهه واقع در داخل مرز تاجیکستان در راه به سوی واروق و جماعت اقصوی قرقیزستان صورت گرفته است. بنا به فرضیه خدمات مطبوعات نماینده پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بادکند، روز 17 اپریل کارمندان اداره آب ناحیه بادکند در جماعت اقصوی به ترمیم مرکز اساسی آب تقسیم کنی در دریای اقصو پرداختند، ولی مرزبانان تاجیک به آنجا آمده طلب کردند که کارهای ساختمانی را در اینجا قطع کنند. همین طور حدود 30 ساکن دهه خواجه اعلی نیز جمع شده کوشش کردند مانع کارهای ساختمانی شوند. در نتیجه بین طرفها سوء تفاهم به وجود آمده. بنا به فرضیه ساکنان دهه خواجه اعلی، جانب قرقیزستان به صورت یک جانبه به ساختمان کوپروک در روی دریای اسفره در موضع شرشره آغاز کرده است. جانب تاجیکستان میگوید این مرکز آب تقسیم کنی در قلمرو تاجیکستان جایگیر شده است و جانب قرقیزستان باید کارهای ساختمانی را در اینجا قطع کند. بلافاصله در پی مناقشه نیروهای انتظامی دو جانب و همین طور راهبران ناحیه بادکند و شهر اسفره به جای حادثه آمدند. نماینده پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بادکند اموربک سوانالیف نیز همراه راهبران مقامات انتظامی این ولایت به جای حادثه آمد. سوانالیف توسط تلفن وضع پیش آمده را با رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده بررسی کرده است. آنها توافق کردند که مذاکراتشان پیرامون این مسئله را روز 22 اپریل در جریان همایش راهبران منطقه‌های وادی فرغانه که در شهر فرغانه ازبکستان برگزار می شود دوام دهند. اما روز 18 اپریل رهبران ناحیه بادکند و شهر اسفره در جای حادثه به جستجوی راه‌های حل مناقشه نوبتی ادامه می دهند. یک هزارات ملتگرایانه سرگئی میرونوف، رئیس حزب سپراویدلیوی روسیه و رئیس سابق پالات بالای پارلمان روسیه درباره مهاجران موج انتقادها را به بار آورد. رئیس سابق شورای فدراسیون در صحیفه‌اش در توییتر ضمن شرح معلومات وزارت کارهای داخله درباره وجود بیش از 1 میلیون مهاجران غیر قانونی در روسیه، مقامات را به نداشتن عزم و اراده قاطع برای حل این مسئله عیبدار کرده و از آنها خواست تا مهاجران را به طور عمومی از روسیه اخراج کنند. که از کمبودی‌های مهاجران شکایت داشت. وزارت کارهای داخله از کشورهای اسنگ خواسته است تا بیش از 1 میلیون نفری را که در روسیه غیر قانونی قرار دارند ببرند. تنها دعوت کافی نیست، باید آنها را از گریبانشان گرفته از اینجا پیش کنیم، نوشته است او در توییتر. به عقیده میرونوف، محض مهاجران سبب شدند که ساکنان روسیه جای کار پیدا کردن نمیتوانند، مردم ما جای کار نمییابد و محض مهاجران بیشتر از همه سبب این میشوند. اما برعکس انتظارات این سیاستمدار که ظاهرا میخواست در عرفه انتخابات شماره طرفداران خود و حزب خود را بیافزاید، شعارهای ملتگرانه میرونوف موج انتقادها را برانگیخت. بسیاری نوشتند که اظهارات میرونوف سراپا پر از دعوت به برانگیختن نزاع و عداوت ملی و نژادی است. دعوت‌های میرونوف به اخراج عمومی مهاجران غیر قانونی از روسیه در حال صدا می‌دهد که روز 16 اپریل معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گاراوی در جلسه مجمعی بین پارلمانی کشورهای اسنگ از مقامات این کشورها دعوت کرد که تا 15 ایون مهاجران غیر قانونیشان را از روسیه بیرون بکشند، وگرنه روسیه مجبور می شود که دست به چاره‌های جوابی زده حتی مرزهایش را ببندد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه، در حال حاضر در قلمرو این کشور بیش از 1 میلیون از شهروندان کشورهای اسنگ از جمله
247,000 شهروند تاجیکستان غیر قانونی قرار دارند. دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان با امضای معاون اول رئیس این اداره حیات زاده نامه سرکشاده روزنامه‌نگار رجب میرزا و دیگران درباره ابلاغ به نام پرزیدنت امامعلی رحمان را برای بررسی به وزیر مدافع شیرعلی میرزا، وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده و دادستانی کل یوسف رحمان فرستاده است. رجب میرزا در صفحه‌اش در فیسبوک از دستگاه پرزیدنت برای واکنش فوری هزار سپاس کرده، همزمان اظهار امید کرده است که مقامات در رسیدگی به نقطه‌های اساسی نامه سرکشاده مسئولیت نشان می‌دهند. واقعاً مکتوب کشاده را بیگاه جمعه گذشته به سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان فرستاده بودیم. رسا یک هفته بعد واکنش اول صورت گرفت، آن هم در روز شنبه. اظهار امیدواری داریم که مقامات به آنها وابسته شده صلاحیتناکی و پرمسئولیتی نشان می‌دهد، نه پاسخ به خاطر پاسخ، میگوید رجب میرزا. در نامه سرکشاده با نام ما را از این شرمندگی رها سازید که رجب میرزا روز 9 اپریل نشر کرد، وزیر آن صدها نفر امضا گذاشتند. از راهبران اولی تاجیکستان تقاضا می شود که با تجربه ننگین ابلاغ یعنی زورن در کوچه و بازارها داشتن و به ارتش روانه کردن جوانان سن و سال خدمتی نقطه گذارند. در نامه گفته می شود که کسی مخالف خدمت در صف قوه‌های مسلح تاجیکستان نیست، ولی جلب جوانان به خدمت باید با شیوه‌های قانونی و متمدن و به نقض آشکار حقوق انسان صورت بگیرد. به عقیده مؤلفان ابلاغ در اصل یک اسباب و منبع درآمد برای مسئولان کمیساریات‌های نظامی و دیگر نهادهای ضددخل در معرکه‌های دعوت به صف ارتش شده به آبرو و ایمیج دولت تاجیکستان ضربه جدی میزند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه دایر می شود. با اینکه در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوانان سن و سال خدمتی به سر میبرند، قوه‌های مسلح کشور در هر موسم دعوت تقریباً به 8,000 سرباز نو ضرورت دارند و اما هر موسم دعوتی به ارتش در تاجیکستان با شکایت‌های فراوان از ابلاغ یعنی مجبوراً از کوچه و بازارها داشتن به ارتش بردن جوانان پس سر می شود. سروزیر چیخ اندری بابیش و معاون اولش یانیک خامیچک روز 7 اپریل در یک نشست خبری اضطراری خبر دادند که چیخیا 18 کارمند سفارت روسیه را که بنا به معلومات مقامات جمهوری چیخ افسران خدمات ویژه روسیه اسویر و گریو بودند اخراج می کند. با آنها برای ترک قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا 48 ساعت فرصت دادند. این اقدام در پی آشکار شدن جزئیات نو ترکش سال 2014 در انبارهای اسلحه در شرق چیخیا گرفته شده است. چیخیا گفت در آن ترکش که سبب هلاکت 2 نفر شد، افسران گریو سرریاست جاسوسی ستاد کل ارتش روسیه دست داشتند. پلیس چیخیا همزمان 2 شهروند روسیه الکساندر پتروف و روسلان باشیروف را تحت جستجو قرار داد. با گفته مقامات چیخ این 2 افسر گریو سال 2014 برای سفر به چیخیا از شناسنامه‌های روسی و همچنین از شناسنامه‌های مولداوا به نام نیکولا پوپا و شناسنامه تاجیکستان به نام روسلان تباروف استفاده بردند. این 2 نفر آنهایند که بریتانیا در زهرآلود کردن سرگئی و یولیا سکریپال در سال 2018 گناهکارشان می‌دانند. گفته می شود که آنها افسران گریو بوده. نام اصلیشان آناتولی چیپیگا و الکساندر میشکین می باشد. این بار اول است که افسر خدمات مخصوص روسیه برای استفاده شناسنامه تاجیکستان برای سفر به اروپا عیبدار می شود. مقامات تاجیکستان این خبر را تاکنون رسما شرح ندادند. جمیله ولیزاده ساکن یکی از روستاهای دوردست ناحیه کوهستان مشجع با آنکه همگی 19 سال دارد، از حوزه تعمیر و ترمیم ماشین‌های تمغه‌شان گوناگون به آسانی می‌براید و از این رو پدرش استخوانش را به این دختر جوانش باور کرده سپرده است. جمیله میگوید از کودکی چگونه ماشین‌ها را ترمیم و تعمیر کردن پدرش را تماشا می‌کرد و به او یاردم می‌داد. گاهی یگان کلید را می‌داد یا یگان وینت و گایکر را سخت می‌کرد. حالا این دختر 19 ساله همچون یک استاد چیره دست ماشین در کوهستان مشجع نام برآورده است. پدرش که در
کون انگشت کار میکند، دیگر استخوانش را پوره به جمیله سپریده است. در استخوانه جمیله هر روز پر از کار افتادگان است که نه فقط از ناحیه آنها بلکه از دیگر ناحیه ها نیز برای تعمیر و ترمیم ماشین به سراغ این دختر می آیند. جمیله اخیراً به کالج تکنولوژی و اینواسیونی پنجکین شامل شد. او می خواهد دانش و مهارت خود در ترمیم ماشین ها را تکمیل کرده دیاگنوستیک کامپیوتری را نیز یاد بگیرد تا ماشین های معاصر را هم ترمیم و تعمیر کرده بتواند. سامانه یارتیجی که درباره مهارت این دختر کوهستانی قصه کرده است میگوید جمیله نه فقط استاد چیره دست ماشین است بلکه کتبانه خوبی هم هست و نانهای خوشمزه و آش بولذت میپزد، البته در ساعتهایی که از خدمت به کار افتادگان در استخوانش فارغ باشد. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.